همه میوه بچم چقی همه انگور خیلی میخرم انارم یگان کم کم این سال نشید بچم بود که این سال نشید در 2 سال پیشتر قاق شده بدن اینا که یکم صبح یه سال تا پخته سایه بسته سایده انار ما جون اکا یعنی برای باد و هوا چند سال ده یا قاق شده جا این بود 2 ساله که کمتر بود بساده خیلی میخرم یا خیلی ورد میتیم یا همسایه ده میتیم نداشته ایده خیلی اگه شکم زیتی میبرم با وجود میفروشم یا پتین کودکش یا لباس کودکش میخرم. انار این میوه سرخپوست با دانه های سرخ و با طعم گاه شیرین گاه ترشک و همیشه آبدار در زندگی بسیار انسان های این گوشه آباد وطن تأثیر دارد و بر روزگارشان رنگ بخشیده. مثلا انا این بیبی نازنین فتیلمو و فرشتخو که زهرا نظیرزاده نام و نسب دارد و در دهه غلباد ناحیه خراسان زندگی به سر میبرد، در 83 سال عمر خویش با پیوسته مهنت کردن و زحمت کشیدن در انارستان سبزانیده خود دیگر همه اسرار نهفته انار را بگشاده و علم انار پروری را خوب آموخته. آخه همه رو بچم همه ریشش همه ریشه انار رو گرفته. همون وقتش تو بابای زنده بود بیچاره تا چقرگه انام 1 متر یا 2 متر شد میکفت زمینه ریشه همه رو میروورد. ریشه همه رو برده بعد دیگه جاده میشنم انار یعنی ما مثال دیگه بیا خود همه اغیرات ماده جون سه نمود اناره یا تاش مایده ترکای که سرخای یا تاش باز سفید ترکای اینم بودش اینم چیزش باز خوبه خیلی سرخی چی نیست سفید ترکای. واقعا انارستان هم به مثل آدمان است ولیکن خاموش است و بی‌زبان است. بیبی زهرا این همه کوشش و تلاش را این همه طلب و پرخاش را در مهنت چون پولاد آب و تاب یافتن را از کودکی آموخت میان 4 دیوار بلند حوله پدر و البته در تعلیم و تربیه مادر ما بچم اینه بولاک خونم ده یا خونه حالا همونجا جان آچیما کچیدام دیگه اینجا با او آچیما در اینجا خونه که دیگه ما همینجا بدم بعد بیا که ما دختر همسایه در دهانی در مادر میشد این آچک موقعی مقصد همی جان دستگیر جان آچه مادر ایده آقای میشد فرزند ما اینجا همسایه دیگه بدیم ما شوهر همینجا ما بیا که شو کردیم همینجا شیشتیم زندگی نه بعد بچه آدمه که بگم که ما یاش کودک بدم مثال در زندگی بچم از اون میکشی فرزند میکنی از اون میکشی دقت میکنی که همین فرزند مقصد که براز راه بگرده لقمه حلال بخره مقصد که فرزند به آبرو نشوه. از مادر از این وجود زیبا زیاد گفتند و 1000 گونه هم گفتند، اما ما گروه ایجادی وقتی سفر خدمتی به ناحیه خراسانی وطن نیت کردیم از وجود یک مادر عادی، یک اوچه پیچ سفید، یک اوچه کارکفته، یعنی یک اوچه مشتپر که زندگی ساده و آزاده دارد در آغوش وطن قصه بنماییم و از رازها و نیازهای او حکمت برداریم که مطمئنیم بهر رفع حوادث به کار آید. ما دیار که بودم اولا دیار که بودم در کجا کار میکرده؟ این فرما داریم هم پایین قشلاق بنده 7-8 آدم دیار که پو چند تا
دخترکای یاشم بدن مثلا زنکای کلان سال هم بدن مثال یا ماها خیلی که با کلان سال ترک بدیم خیلی کودک دار بدیم ما یا میجوشیدیم اینها کلی کلان همه آلنگ زرد نزد دختر کو کلی کلان می در همین جمع زندگی میکنم اگه خونه مونده مثال آخه میآید کتیم یاردم میرده ما خیلی او وقتا بچم 30 تا 32 تا گو میدادن که میجوشیدیم ده و این کلنم کم کم یاردم میکرد من 4 تا 5 تا گو یاردم میکرد من ده در که ما آدمی بگم که ناس بلندتر بدم ده مثال پیش سوخوز ما گو پیش گو میجوشم ده مثال پیش قدم ها پیش قدم ها پیش قدم با میبینم که امروز ما 2 فلک شیر نجوشیدم ها سری فلک خیلی کمه یعنی با ای خونم روان میکنم این یک شیر با میاره سری فلک پر میکنم پیش گو جوشم مخی میبود با یک نوال لیتر گوی نخیلی یک هسته که انا من لیتر با شیر میبرن ای خونم فهمیدی اونسان بود اکسی تا گوه جوشیدن واه آخی همه قزنی مسته داشتیم شنان میجوشیدیم یا نه یک سال مانده اینم کلی کلانه در پیش مانده ما گم میشدیم یک سال گودک میایم در تبان برام که خیلی نمیخیل کدیان خانه جزیر کدیان خیلی افلاس کدیان همه با افلاس میشون تازه میکنم با یعنی میکنم با میاد گوشید با میرم با کار با هم با اوصله کشید ساعت 5 4 شب با نه بچه مایده چم امره کتی میبره اگه میترسم راه داخل با میرم اونجا ده با امره میشم با گومش میخوام در راو داشتن جانم شوی کشته خود در راو میکن من در راو نمیرفتم من فقط دیار که بودم من گوشم درم رفته باشم کم رفتگم بسیار رفتگم من کودکی مایده کودکی بودم من در راو رفتگی نیستم خیلی راسته آخه من گوشش بودم ایجاد نبود چیز در کویبش مورد مجلس میکردم من مجلس میکردم برآمد میکرده برآمد میکردم همونجا حالی هی مدیر من اون روز گفت برآمدم گاوسا بود حالا به مدانی که گوشیدم خیلی گفته ما رک میدانه من همه آدمم وقتا بچم با قاقا چیزتر بدیم خیلی شگر هزار با غیرتتر بدم با یک یاشتر بدم اون تندکه میپختم فتیر میکردم در دگدان با فرمر حال خانده فیرا میکردم تشکیلی میکردم وقتی بخت سراغش آمد دختر خوشرو و چیل کاکوله بود با عشق خود را پیوست خانه آباد کرد دامنش سبز شد و 14 فرزند به دنیا آورد دیگر بدار خوابی کشید شب زنده داری کشید گهواره جنبان اره گفت و شیر داد و طیف و خوابان یعنی مادر شد و از خود بگذشت و با جگر گوشه ها پیوست ما اینا درد میدوختیم ما بکار نمیشتیم ما سوزنی میدوختیم تکسری میدوختیم باجام میدوختیم با خیلی پخت پز میکردیم شیروز پوچه ها در چه خیلی چکده دکان ها شیراز میدوختیم با ایمان دیوت میدادیم با هم دختر شاکری ایمان که با تعصب کی میدوختیم اون وقتا میخندیدم بچم که تو به هنری تو نمیتونی یادش نمیروی گفته اون وقتا اینم ناموس بچم ناموس که میکردیم همون کار میکردیم یک مرد که کار میکرد بچم اشغال وزبین بود مثال خواندن در کار پوشاندن در کار اون وقتا همه چی بچم خیلی فرایمانی نبود که بخری بیاری مثلا که بیاری بخوری بفروشی یا بفروشی یا که یا بخری بتی بپوشانم شوهر بچم خوبترین آدم من خیلی خراب حقم که بود انسانی خوبترین یک روز بلی همیته 4 پهلو بود او یک جای مدد میکرد انا خیلی آو دیده گیره میکرد شما نرزش میدیده ما ای قمایت حق شوهر خیلیگیم راست شو بگم خیلی اون وقتا بگم دوره تا چی بود
خیلی ما اون که زندگی نقد دیگه راست. آدمی را گر خدا آورد نخست، آدمیت را کند مادر درست و البته در روی زمین. بیبی ما زمین را زیاد دوست می دارد. در زمین کار کردن را خوش دارد، اما با ضعف سالمندی زور بازوی نمانده، بنابر عین زمان فقط تسبیح شکر می گرداند و ناشکران را به توحید می خواند. زن بچم آدم حلال پاک باشه. همیدی یک لحظه بگم که یک آدمی باشه که مقصد با معامله خوش رفتار باشه. رفتاری بد، گفتاری بد و گپی سخت، سخنی سخت نمیزه بچم. همه مادر فرزند حال داشته باشه، چهره هوی با معامله با گفته خندیده. من قید شگر 5 تا کلمه دارم بچم. من رنگ مادر میدونن اینن اون. فهمیدی؟ رنگ مادر میدونن. هر روزه یه برده برامده خواه نگیرن خوشانه میبرن. درسته؟ بچه ها اینا بچه هر روزه یک خواه میگیره و میریخت. نبیره های مغز دانه هر بار می آیند و حولی را پر می کنند و بیبی جان قیصگو نور و صفا می فیزایند، چون آنها ادامه عمرش و بقای زندگیش اعتراف شده اند دیگر. شکر بچم، شکر همی ایدر که در آمدد مام جان شاکک میکنن، مام جان گذاشتنی میکنن. حدا هم مام میخیزد دستک آب خودک باشه در باز میتونم گر که میتونمشان میخورن یا که یا مام جان یچ بیار بخیره میگن. رنگ مغز نون نقل میبینیم نیبره ها را. یک جاهاشان یچ شوگه جان میرویه. میاش شوهر کدگیم اشتامونم در آمردگی بیچاره. مودگان چه یادم دادگی نیسته این همی اچکم داده های در بود بیچاره اچم یاد میداد. کلان انایه انم کلمه نم کلان ای بچم آمده مد نونش یاد دادم شه، خمیش یاد دادم شه، راست کردن شه، پختنش یاد دادم شه. اینه حالی زنده حیات ای بچم. 4 تا کلان دارم، 5 تا بلکه 5 تا بچه دارم. شکر بهترین فرزندای خوب ترین ای بچم. انسانای خوب ترینم. همه حقش. هر سحر یا میبینم من که آچه جان چه خیلی سازی؟ هر سحر که میبینم بچم. کی کده بود؟ نمیدانم راست شو. یه وقت من در ماشینه هم نمیتونم زده. دکتر وادیم من پوشیدم راست شو. ماشینه رو خودم میدوختم خودم میپوشیدم. این ولی دکتر وادیم پوشیدم. هیچ کار نمیتونم. 2 سال بچم من هم کار ماندگیم. این همه کلی خانه بچم برآمده میرفته. مثلا یک میدان یک کار خانه چی کنه میخیزم مقصد اینم دیدم که خانهش نارفته ایستاده یا آلدش ناشتیش کاسپاسش ناشته ایستاده. میخیزم بچم میشوم جابجا میکنم و میرم خانه میشینم. اینم که وظیفه دارم دیگه وظیفه کنم ایتونم. استعداد فطری بیبی ما مثل که بنیادی است. در آغوش آب و خاک با خاکساری در بنیاد و تنظیم یک عائله عمرش پشت سر شد، اما روشنی سعادت، صداقت، ذوق و محبت در این وجود زیبا دیدیم. هویت ملی رو که از چهره این مادر تاجیک احساس کردیم شاید نمیتوانیم انعکاس بنماییم. اندیشه سالم، نیت خیر و سبزنده. آفرین. هر خیلی شکر. دنیای تنج امانی بچم سری پری هزاران بار شکرانه بچم. او پیشا قیم بود بچم و شکر بچم ای همی آرد همی سری پری بود. خیلی دیگه چیز کم بود بچم. کم بود راسته. حاضر شکر. میروم بچم این همی بازار میرن مثلا کشو میرن یا مال میفروشن چی میفروشن میارن همش میخرن میارن همه تامین میکنن. بیبی ما برکت زندگی را دریافت، آباد گشت چون قناعت را پیشه کرد و
با سازندگی ها روزگارش را چرخاند. با شکرگزاری دریافت نعمت عمر را که زیه انسان‌های زیبنده زندگی. فهمیدن در کار که زندگی یک روزه نیست، روزه 10 روزه نیست، زندگی عمره که تایوای فرزند داری، دختر داری، بچه داری، زندگی داری، امید داری ای دنیا که ماشا فرزند پیشرو شو، بخون آدم شو، صاحب کسب و کار شو، صاحب علم مدنیت شو. هزاران شکرانه میکنیم بچم. خیلی ما همیشه خرسندیم بچم که خدا پرزیدنت ما همیشه در بالای سرمان باشه بچم. برای دنیای تینجا امانیمون، سری پری ارزانیمون بچم. هزاران بار شکرانه. دنیا تینج امانی شو که فرزندای ما کجای باشن، سالم بردن باشن، در امان خداوند نگاه باشه. وطن اون آباد کنم. وطن زنده بچم، آباده بچم، ما زنده ما آباد. راستی از نسل ما هست این مادر و در مجموع همه مادر. بهشت زیر قدوم ایشان است. پس باشد که باشیم شایسته فرزندانه که راضی باشند مادرها از ما و ما قانع از اقدامهای خویش. چی گفته بیننده ما؟